روز 25 مادر 4 شهید ضیایی. این تبریک میگویم به همه ملت عزیز شهید پرور. دعوت میکنم از این ملت شهید پرور به دستور رهبر عزیزمون تو این راهپیمایی شرکت کنن. این راهپیمایی زنده نگه داشتن خون شهداست. حتما باید شرکت کنن و این راهپیمایی هر کس که این توی راهپیمایی شرکت کند انشاءالله این راه عبادت است براشون و حتما باید شرکت کنیم، تو دهن دشمن بزنیم انشاءالله که راهپیمایی 22 بهمن نگهداشتن خون شهداست و به دستور رهبرمون انشاءالله که شرکت کنیم، تو دهن دشمن بزنیم. و سلام و درود به همه شهدا که این 22 بهمن بر ما زنده کردن. شهدا بر ما با یه افتخار است.